با هم بریم بیرون که مامانم اجازه نداد. من مامانم رو راضی کردم. بعد داشتیم میرفت قرارم رفتیم پارک. بعد 2 تا دختر دیدیم که کلا گذاشتن سرشون و آرایش کردن و اینا. ما هم ندید بدید بودیم یعنی دیگه، چون اصلا دختر بدون شال برامون اولین بار بودش که دختر بدون شال دیده بودیم. داشتیم بعد رفیقم برگشت گفتش که اینا رو نگاه، انگاری آنتالیاست. اینا یه جوری برگشتن گفتن آره اینجا آنتالیاست که دوستم یه لحظه حرفش رو یادش رفت که چی میخواست بگه. بعد دوباره این دختره برگشت گفتش که من اگه آنتالیا بود نمی اومدم با توی زیقی دعوا کنم، میزدم میکشتمت. بعد دوستم برگشت بهش یه فوش خیلی زشتی داد و گفتش که اونا هم که دیدن دوست من یه همچین آدمی مثلا فوش میده و اینا، دوست من هم از اینایی بودش که تازه مثلا آرایش کنه کسی باش کاری داشته باشه میکشه طرف و از این آدم ها. بعد بار دوم دوباره رسیدیم به چی؟ به همین پارک. آقا ما تا به پارک رسیدیم این دختره برامون قیافه گرفتن اینا. بعد یه دفعه به دوستم دعواشون شد. بعد دوستم بعد یه دونه مشتم چند خوندن توی